بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. بني الإسلام على خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا أعبد. طب دو بقى ده فيلم ده دیدنی نعوذ بالله جلو بحثای بیهوده و بیمعنای تلویزیون نشسته هستیم، عکس‌ها و فیلمای لچ نعوذ بالله زشته دیده در اینترنت را هستیم، اما صبح در وقت نماز آذانم نمیشنویم و با قصدم تلفونم برابر نمی کنیم که باز بیخو نشو. لیکن وقتی که ساعت وظیفه میرسه بازوار خطاستی، گاهی پتلون خیز بزنی، گاهی نکتایی دنبکی اسپاره خیز زده رایستی که در گردن پرتی، از یک ماموری دولت میترسی که منفک نشم از او الله که خالقت است، از او الله که رازقت است، از او الله که تو را عزت داده، از او الله که تو را جان داده، تو را این جوانی داده، تو را این احسن تقویم انسان جور کرده، او الله را در یادت نمیاری. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، واصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين هم على صلاتهم دائمون. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. متفق عليه. حضار گرامی، برادران نهایت عزیز و محترم، رمضان مبارک که مهمان عزیز الله سبحانه و تعالی و ذریعه سعادت و نیکبختی ما مسلمان ها بود، سپری شد. موسمی که بعد از ختم رمضان دو قسم انسان ها را ما پیدا کردیم یا موجود بود. یکی او مردمایی بودند که رمضان مبارک حقش ادا کرد، از این فرصت خیلی طلایی و زرین استفاده کرد، مواقع گرفتن فایده را شناخته بودند و مطابق طریقه پیغمبر صلی الله علیه و سلم از او بهره برداری کردند. یک تعداد مردم دیگری بودند که بالای از آمدن رمضان و غیر رمضان یکسان است، بنده شهوات است، ماده پرستی از او در حد رسیده که طاعت و عبادت الله را فراموش کرده. بالای طور مردم هر قسم مواسم یکسان است، و قدر و عظمت یک وقت و موسم نمیدانه، و فقط امو ساعت برش خیلی مهم است که شکمش پر باشه و برای ازی چی حلال باشه چی حرام یک چیزی آمدنی از یک طرف بیاید. خوش بمی است که روزگارم بر حال است و روزگارم پیش میره، ولی بی خبر از این که آنقدر امور مهم از دستش رفته، آنقدر یادم خساره و تاوان کرده
که هیچ حد و اندازه نداره. خب بزرگتر خساره از رمضان مبارک به بعد است که یک تعداد مردم وابسته که در رمضان عبادت الله سبحانه و تعالی را کرده، اما بعد از ختم رمضان تو گوی مقاطعه کرده. اینطور مسلمان ما نامش مسلمان موسمی یا رمضانی میدانیم که تنها در رمضان اسلام شناخته، قدر و عظمت نماز عبادت شناخته، اما زمانی که رمضان سپری میشه بعد از او هیچ عبادت الله پیشش اهمیت نداشته باشه. عزیزان گرامی، همیشه باید در ذهنتان این نکته را خیلی دقیق بگیرید. در معاملات دنیا و انسان میتونه هر نوع تظاهر پیش آمده خوش آمده بکنه و شخصی که تو میخواهی او را راضی بکنی شاید راضی بتانی، یا به اقوال یا به اعمال، یا به یک وقتی که خود نشان میدی خیلی فعال استی و خیلی کوششیستی و خیلی صمیمیستی، قلب از او را به دست بیاری. اینطور معامله با انسان ها امکان داره و میشه، اما با الله سبحانه و تعالی اینطور معاملات نمیشه. با پروردگار انسان نمیتونه تظاهر بکنه که من تنها در دعا حاضر شده بودم، خوش بودم که والا در دعا حاضر شدم. نمیشه که تنها در رمضان رکعتای تراویح و نفل ما خیلی دور دراز بود که حتی مردم برای ما انتظار میکرد که باش فلانی خان نفل خود خلاص کنه، اما وقتی که رمضان تمام شد در مسجد دیده نشویم، در صف نماز فرض دیده نشویم. باز ما در اون مواقع دیده میشیم که فقط غضب الله میشه، سخط الله میشه. ولی با تأسف ما که میبینیم واقعا همون قسم است. نکنه شیطان فریبتان نده، شده میتونه شب لیلة القدر دریافته باشی، ولی او فضیلت علیده داره، فرض الله فضیلت علیده داره. کدام چیزی را که الله تو را مکلف کرده به طریق دوام، باید به طریق دوام او انجام داده شود اگر واقعا تو بنده الله سبحانه و تعالی است. یادتان باشه با هر کسی معامله نفاق میشه، دوریگی میشه، دورنگی میشه. با الله سبحانه و تعالی معامله نفاق و دورنگی هیچ امکان نداره و نمیشه. و کسی که این فکر میکنه و به این فریب رفته، این بدانه که خود تباه کرده. چرا؟ ترک عمل موضوع علیده است، اما این عقیده را که تو پیدا کردی که من مثل انسان واره الله جل جلاله را فریب میدم، نعوذ بالله، این باز انسان تباه میکنه، کلی اعمال نیکت از بین میره، منافق ثابت میشه. عقیده تو باید باشه که الله سبحانه و تعالی ذره از تو، از نیت و قصد و اراده و تصمیمت آگاهی داره. نمیتونی با الله این کارا را بکنی. نشوه که فریب شیطان بخوری، ابلیس لعین بخوری. ابلیس لعین در هیچ عبادت نمیمانه که مؤمن بروه، نمیخواه که مؤمن عبادت الله را خوب انجام بده، ولی در نماز خیلی زیاد کوشش داره. نمیخواه مؤمن نماز بخوانه، اگر بخوانه درست بخوانه بسیار کوشش امی است. چرا امی قدر اهمیت داده به ای که ابلیس لعین باید نماز مسلمان خراب بسازه؟ به نظر ما و شما نماز خواندن یک گپ عادی است. اگر بیکار بودی قدی رفیقا یک جای برابر شدی در جماعت بخوان، اگر نه که مصرف دکان و موتر و دفتر و کورس و این کارا بودیم باز خیر است، باز دیگه وقت میخوانیم، قضا میخوانیم، الله لک بخش است. نکنی تو معامله را با الله سبحانه و تعالی نکنی. بترسی، اتقوا الله، از الله بترسی، پابندی کنی. وقتی الله میخواه یک امر برای تو دائمی امر میکنه، تو باید بدانی حیثیت از او را، اهمیت از او را. برابر نماز هیچ عبادت غیر از ذکر الله که به طریق دوام است. در هر حالت الله به یاد انسان باشه. ذکر الله تنهایی نیست که همیشه در ذهنتان الله بیاید. مست شو آدم، این ذکر الله است. ذکر الله این میگه که در راه روان است که الله در یادت است. کدام جانب بگیرم؟ در راه از پیشم کسی اذیت نیابه،
برادری مسلمانم تیر میشه اول ابتدا به سلام بکنم، خیرخواهی از او را در نظر داشته باشم. این ذکر الله میگه. در دکان نشسته استی ذکر الله، الله در یادت است، قیمت نمیفروشی، دروغ نمیگی، قسم نمیخوری، این ذکر الله است. استاد در صنف است، به کمال صداقت و اخلاص یک دقیقه خود ضایع نمیکنه، به شاگرد به طریق درست درس میگه. این ذکر الله است. الله را در هر جا یاد کردن. بعد از ذکر الله مهمترین، عظیمترین، بزرگترین عبادت نماز است. او چرا نباشد؟ بنده بزرگ خدا، بنده با عظمت و با مقام خدا الله تبارک و تعالی به خود میخواهد چه توفه برش میده، چه توفه برش میده. نه حج داده، نه زکات داده، نه روزه داده، جهاد نداده، نماز توفه داده. از همون خاطر ولو که در حالت کارزار با دشمن باشی، شمشیر میزنی، دشمن تیراندازی داره، فرصت برات پیدا میشه، نماز ترک کرده نمیتونی. این عبادت الله از جهاد کردن بالا است. این عبادت الله زمانی که تخت و پشت خواب کرده ای، تنها دستت شور میخوره، حرکت داده میتونی، تیمم زده میتونی و به اشاره نماز خوانده میتونی، از پیشت معاف نمیشه. چرا ما اینقدر گول خوردیم؟ چرا ما اینقدر فریب خوردیم؟ ابلیس لعین بر ما تمنیات و آرزوها را پیش کرده رایست. الله لک بخش است و نمازهای ما مسلسل قضا میشه. تا دو بجه در فیلم در دیدن نعوذ بالله در بحثای بیهوده و بیمعنای تلویزیون نشسته هستیم، عکس‌ها و فیلمای لطف بد نعوذ بالله زشته دیده در اینترنت رایستیم، اما صبح در وقت نماز آذانم نمیشنویم و با قصدم تلفونم برابر نمیکنیم که باز بیخو نشو. خلی که وقتی که ساعت وظیفه میرسه بازوار خطاستی، گاهی پتلون خیز میزنی، گاهی نکتایی دنبکی اسپاره خیز زده رایستی که در گردن پرتی، از یک ماموری دولت میترسی که منفک نشم. از او الله که خالقت است، از او الله که رازقت است، از او الله که تو را عزت داده، از او الله که تو را جان داده، تو را این جوانی داده، تو را این احسن تقویم انسان جور کرده، او الله را در یادت نمیاری. چه قسم به الله پیش میشی؟ یک روزی با الله سبحانه و تعالی استاد میشی، ملاقات میشی، چه قسم ملاقات میکنی؟ چه جواب داری؟ چه عذر داری؟ گفته میتونی که من شب تلویزیون بحث فلانی تنظیم بود، سعی کردم از پیشم نماز صبح رفتم، در جماعت حاضر نشدم. میتونیم عذر بیان کرده یا نمیتونیم؟ ما میبینیم بعد از رمضان مساجد خالی میشه، مردمای متقی ده نمازها حاضر نمی باشد. چرا فریب ابلیس لعین میخوریم؟ کدام طرف میریم؟ آیا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نگفت خانه ای که سبب حفاظت انسان در دنیا و آخرت است، در دنیا تو را مؤمن جور میکنه، مالت، نفست، اولادت، زندگیت، خونت سری هر کس حرام میشه، کس تعرض نمیتونه. و اینمی 5 چیز است: اقرار شهادتین است، بعد از این اقامه نماز است، بعد از این ایتای زکات است، صوم رمضان است، حج بیت الله است. این مجموعه خانه است، خانه ای که در دنیا تو را مسئول ساخت. خونی تو حرام شد سری مردم، مال تو حرام شد سری مردم، جان تو حرام شد سری مردم، کس بر تعرض نمیتونه. او خانه ای که در روز قیامت تو را از عذاب الله حفاظت میکنه. از این 5 چیز جور شده. ذکر شهادتین خو یک مرتبه در کل عمر کفایت میکنه، اما نماز الله سبحانه و تعالی در شب و روز 5 مرتبه از تو مطالبه داره، نمیگذارد. نمایندگی ایمان توسط نماز بکنی، نماز عادی فکر نکنی. پیش مردم قضا شدن نماز عادی پس بدانه مردم قضای نماز از زنا کرده هم سخت گناه داره. پیش ما زنا گناهی بزرگ شمرده میشه، اما بیخبر از این که یک نماز قضا میکنی از زنا کردم عذابش زیاد است. چرا ما در غفلت هستیم؟ چرا مساجد پر نیست؟ چرا ما تکبیر اولا گفته نمیتونیم؟ ای جوانا، در مساجد ما قرار داریم، مسجد در پالوی خانه های ماسته، بهانه های مختلف در خود دو احساسیم. من گفتم که
با انسان ها هر قسم معامله میکنی، با الله این معامله را نکنی. الله سبحانه و تعالی همه حقایق قلبت میبینه، میدانه حرکات تو را، خواب تو را، کلش الله میبینه. بندی خدا میبینه که بنده چی میکنه، چقدر به من پابند است، چقدر من در یادش هستم. ابی سفیان میگه رحمه الله سمعت جابرا رضی الله عنه یقول، ما از جابر رضی الله عنه شنیدم که او میگفت سمعت النبی صلی الله علیه و سلم، ما از پیغمبر علیه السلام شنیدم، قال که فرمود ان بین الرجل و بین الشرك والكفر ترک الصلاة، یقینا فاصله یا حائلی که در بین یک مسلمان که نه داخل در کفر نمیشه، داخل در شرک نمیشه، فقط و فقط این حائل نماز است. تا که نماز ترک نکده این حائل موجود است، زمانی که نماز ترک کرد این حائل از بین میره. در معرض انواع گناه ها پیش میشی، این را یاد داشته باشی. نماز قلعه محکم است که در گرد تو احاطه کرده نمیگذارد در معرض گناه ها پیش شوی، به گناه نزدیک شوی. همین نماز تو را نگاه کرده رئیس گپ الله سبحانه و تعالی است، از کسی دیگری نیست. ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر. تصدیق این آیت فرض است، ایمان سری از این آیت داریم که الله فرموده که نماز منع میکنه از امور زشت و بی‌حیایی، از گناه ها. چطور نماز؟ من چرا عالم مبتلا به گناه هستم، به امور زشت هستم، یا نماز نمیخوانم، یا در نمازم خلل وجود داره، اقامت نماز نمی کنم، شکل نماز ادا می کنم، اصلی نماز نه. این دوستایی که از پدر و مادر نماز یاد گرفتن، این نماز ادا نمی کنه، این شکل نماز ادا می کنه که از پدر و مادر دیده، او را دیده و اون شکل عالی انجام میده. این شکل نماز است، عین نماز نیست، روحی نماز وجود نداره، حقیقت نماز درک نکرده که نماز چی است. او فقط یک شکل نماز از پدر و مادر یاد گرفته، شکل نماز انجام میده. مثل تفلک وقتی که نماز میخونه او نمیفهمه نماز چی است، چی اهمیت داره، چی مقام و منزلت داره، نمیفهمه. پدر و مادری خود به شکل دیده که دست بسته کرده، قیام کرده، رکوع کرده، سجده کرده، تفلکی خورده و مکارا را انجام میده. یکی حقیقت نماز است، یکی شکل نماز است. زمانی که تو از گناه و معصیت منع نشدی، بفهمی که خلل در نمازت وجود داره. الله گپ راست گفته، صدق الله، هیچ شک و شبهه در او نیست. انسان متوجه به خود شود که در نماز ما چی کمی و کوتاهی وجود داره. چرا ما فریب میخوریم؟ رمضان تیر شد، جوانای متقی ما که اعتکاف نشسته بودن باز در مسجد دیده نمیشن، در نمازات دیده نمیشن. کجاستن؟ اسلام فقط در رمضان آمده بود. در تهجد و نوافل و قیام اللیل خیلی زحمت میکشیدی حتی، اما فریضه را چطور؟ الله متعال از اعتکاف نخواد سوال کرد از پیشید که چرا ننشستی در اخیر رمضان در اعتکاف؟ یقین به الله سبحانه و تعالی بکنی از قیام اللیلتان، از تهجدتان سوال نمیکنه که چرا نخواندی. از نماز صبح سوال میکنه، از نماز پیشین و دیگر و مغرب و عشاء سوال میکنه. کجاست بیادرم؟ چرا ما گل میخوریم؟ چرا ما امروز ترک میکنیم؟ مساجد ما خالی شده، موسم تیر شده. عبدالله ابن بریده رضی الله عنه از پدر خود بریده نقل میکنه و میگه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود العهد الذي بیننا و بینهم الصلاة. اون معیار که در بین ما و در بین کفار با هم فاصله ایجاد کرده و ما را با هم جدا کرده و ما را با هم متمایز ساخته، اون نماز است. نماز. در این حدیث رسول الله دقت کنید،
اگر بنده نماز نمیخوانه، اگر به طریق دوام نمیخوانه، این جمهور علمای محققین فتوا داده که کافر است، زن اشتراک است که به طریق دوام نخوانده. اویی که نمیخوانه، گاهی میخوانه گاهی نمیخوانه، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه امری که تو را متمایز میسازه از کافر و مشرک اون نماز است. زمان تو نماز نمیخوانی، شان و شیوه کافر اختیار کرده ای. اینطور فکر بکو که یک صفت کفر به ما آمده. اگر زود توبه نکنم شاید در جایی برسم که باز حد آخری باشه. توجه کردیم برش؟ متوجه شدیم برش؟ معاذ بن جبل رضی الله عنه می فرماید در یک سفر امرای رسول الله صلی الله علیه و سلم بودم، نزدیک شدم و روان بودیم، سوالا را شروع کردم و صحابه بودن. یک لحظه پیغمبر هدر تیر نمی کردن، به مجردی که موقع پیدا می شد از اهمیت دینی خود، از مسائل دینی خود سوال می کرد. اینجا خیلی سوالات صورت گرفته. پیغمبر علیه السلام معاذ رضی الله عنه را می بینه که حریص است به دین، معلومات می خواهد. شروع کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم برش بیان کرد رئیس مسائل. این 2 روز دراز حدیث است. در جمله کلماتی که رسول الله به معاذ رضی الله عنه فرمود گفت الا اخبرک برأس الامر کله، تو را خبر ندم به سر این دین که کدام سرش است، سر حیثیت سر داره. مثل که وجود انسان است، پای دست اعضا است، سر عضو است، لیکن عضو سر اعلاترین عضو سر نباشه وجود هیچ به درد نمیخوره، از بین رفت، خلاص شد. رسول الله به معاذ رضی الله عنه میگه که در اسلام در رأسش تو را خبر بدم که سرش چی است، و بعد از اون میگه و عمودی به ستونش خبر بدم که ستون اسلام چیست، و ذروت سنامه به بلندی کوهان شطرش به تو را خبر بدم. در یک موقع رسول الله صلی الله علیه و سلم اسلام تشبیه به انسان داده. اسلام که از کدام چیزای تشکیل شده مثل اعضای بدن انسان است، در اونجا سر برش نشان میده. در موقع دیگه تشبیه به خیمه داده، در موقع سوم تشبیه به یک شتر داده که در شتر کدام چیز خیلی نمایان است. معاذ رضی الله عنه میگه قلت بلا یا رسول الله، و چرا نی پیغمبر الله، ما خود تشنیه پاستم بشناسم، اهمیت یک شیء بشناسم. رسول الله میگه قال رأس الامر، سر امر در چیست دین الاسلام، تسلیم شدن به الله سبحانه و تعالی است. مومن دی سعی نمیکنه که دی نقصم است یا فایده است، دی حالت خوشحال استم یا در غم استم، در مصیبت استم یا در راحت استم، در کدام حالت استم، فرمان الله میرسه سمعنا و اطعنا صدا میکنه، خلاص. الله اکبر. ابراهیم علیه السلام ببینید بهانه طلب نمیکنه، خود خطا نمیده، فرمان میرسه از الله سبحانه و تعالی. در اون طور مواقع تسلیم شدن به این حکم الله بسیار دور است. یک تعداد دوستای ما خیلی خیز میزنه جهاد 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 جهاد، بسیار کلمه جهاد از جهاد استعمال میکنه، نماز صبح نمیخوانه. تو اینجا جهاد کرده نمیتونی، در زندگی روزمره خود کنترل نداره، سنت پیغمبر در وجود تو دیده نمیشه، تو این مبارزه را نمیتونی. مبارزه کلان چه قسم بتونه؟ پیغمبر تا وقتی که مامور به جهاد عملی نشده بود فقط مامور بود به این که نماز بخونه، مامور به این بود که شبخیزی بکنه، شبا را صبح بکنه. چرا؟ تربیه شوه، عادت شوه، بیخواب شوه، تکلیف ببینه، رنج ببینه، گرسنگی ببینه، طعن و لعن از مردم بشنوه. چقدر مقاومت داره، چقدر صبر و حوصله داره، چقدر آماده است. ما همیشه این
ایش نعوذ بالله پلان ابلیس است که تو را یک امر خیلی عظیم وانمود میکنه، فکر میکنی که خلاص در این امر عظیم من رسیدم دیگه خلاص. همین سوالا میشه. همین روزم کسی سوال کرد برای ما که سری پاچا روزه نیست اینجا، مردم میگن چرا نیست؟ اسلام یگانه دین است که فرق در بین دیقان و پاچا و امیر و فقیر نمیاره، کلگی در احکام الله یکسان است. از کجا شد؟ دیگه سوال میکنه که سری مجاهد روزه هست؟ مجاهد باید روزه نگیره. چرا نگیره؟ روزه را قرآن نگفته، اینطور بر ما نگفته که الا اذا کنتم فی جهاد، اونجا گفته الا اذا کنتم علی سفر، یا مرض باشه یا سفر باشه. قرآن اینو نگفته. او حالت مشقت و تکلیف است. اینو نگفته که اگر تو والا تدریس میکردی در قرآن شب و روز لگیاستی روزه را نگی، جهاد میکردی روزه را نگی، در عبادات الله دیگه عبادت بکن که او عبادتت قوت بگیره. جهاد صحابه کی کامیابیش بود به این خاطر بود که بسیار پابندی سنت های پیغمبر بود. در یک جهاد شکست خوردن، وقتی نظر انداختن ما چی که توی کمبوتی داریم، مسواک ترک کرده بودن، مسواک نزده بودن، یک سنتی پیغمبر را ترک نمی کردن. ما امروز در کجا هستیم؟ خود سلفی میگیره سنت نمیخونه، هر روز شکایت است از دوستا. اینجا شاگرد دیدن سلفی خود میگیره سنت ها را نمیخونه، او راست نمیخونه، نه در خانه میخونه نه دادم، سنت برش معلوم نمیشه، سنت است. تو پیروی رسول الله را میکنی، دعوای محبت پیغمبر را داری، تو باید امر مستحب است بشی ترک نشود. ناقتی مردم بحاجه همی داریم که احکام تقسیم بندی نکنید در فرض و سنت، که سنت هیچ براتون معلوم نمیشه، هیچ اهمیت نداره. به این نظر بکن که عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم است. به این نظر بکن. عجیب بسا اوقات یک عمل انسان سبب انحراف صدها نفر میشه، صدها نفر. بهانه دیگری برای ما پیدا شده، هر کس مفتی شده. در این مسجد نمیرم، نمازم پشت امام نمیشه. جماعت آسان برای خود ترک کرده. او سلفی، تو گرفتی ای منهج بدنام میسازی، تو برو در موجه در مسجد برو احترام کن، قد به امام کتاب بده، قد امام مناقشه کن، گپار قدش پیش کن، وادار بساز. تو جماعت ترک میکنی، آسان گپ است، تا که برات واضح معلوم نمیشه که عقیدی شرکی داره و ضد داره و استان از سرش مقاومت میکنه، تا او وقت تو جماعتی ترک نکن. بان که بدعت های عملی میکنه، عمل کردی تو سبب نفرت مردم میشه. یک عمل کردی تو ده شکی نیست. جمع بین صلاتین هست، لیکن تو ایره عادت دائمی جور کرده. تحیت المسجد در اوقات مکروه هست، لیکن تو ایره عادت جور کرده. اینطوری نکن. آن چیزی که از پیغمبر به طریق گاهی آمده گاهی بکن، چیزی که به دوام آمده دوام بکن. ما تابع پیغمبر صلی الله علیه و سلم هستیم، از خود فتواها نکشیم. ولی سنت از فرون نداره، گاهی سنت ترک میشه، گاهی سنت تو همیشه ترک میکنی، کاش که گاهی ترک کنی. منظورم ایسته انگشت انتقاد مردم طرف شما مردم است که دعوای تابعداری قرآن و حدیث کرده، به مردم گفته، در هر منطقه جنگ و جدل قتش شروع کرده، مردم دعوت میده. انگشت انتقاد برای شما دراز است که در نمازهای 5 وقت حاضر استی، در صورت موجودیت در خانه یا نیستی. تو چه رقم پابند سنت پیغمبر هستی؟ این مردم میگه جماعت سنت از فرض ترک جماعت بلا عذر، مثل که یک فرض ترک کرده باشی، همین قدر گناه را مرتکب شده ای، مثل که یک فرض ترک کرده ای. از این خاطر دوستای ما متوجه باشند. البته به این خاطر نه که باش مردم ما را خوب بگوید،
نه، به پیروی و تأسی و اقتدا به رسول الله صلی الله علیه وسلم، به تاکیداتی که از پیغمبرم به ما آمده، ما او گپا و هشدارای پیغمبر را در ذهن خود بگیرم، همیشه پابند عبادت الله باشم، در جماعت حاضر باشم، در مسجد حاضر باشم، خدمت مسجد ما در ذمه بگیرم، 4 اولاد مردم ما درس بگویم، 4 ریش سفید پای پوشش ما برابر بکنم، در صف اول بدیده شوم، اخلاق و روش ما باید در پیش مردم نمایان باشه، مردم بگوید شخصی که ایت به کسی آزار نمیرسونه انی است. ما باید این قسم الگو باشم برای مردم، نه ای که سر ما انتقاد باشه، دعوای محبت پیغمبر میکنه لیکن سنت پیغمبر پیش هیچ است. اینطور نباشه. پیغمبر علیه السلام رأس امر اسلام نامید، تسلیمی به الله سبحانه و تعالی، و عموده الصلاة، ستون اسلام یا دین نماز است. خیمه بدون ستون استاد نمیشه. اسلام حیثیت خیمه را داره. اگر نماز خواندی، من یقین دارم که نماز واقعی باشه، بسیار کارهای انسان خود به خود جور میشه. یقین به الله که دروغ بند میکنی، فریبکاری نمیکنی، ظلم نمیکنی، مخادعه نمیکنی، غیبت نمیکنی، حق مردم تلف نمیکنی، حق مردم میدی نمیکنی. اگر واقعا چرا نماز تو رو وادار به این گپا میسازد؟ نماز تعلیم و تربیه یعنی گپ است، تعلق تو را با الله سبحانه و تعالی تقویت میده و بسته میکنه. از این خاطر ابی هریره رضی الله عنه میفرماید و ذروة سلامه الجهاد، کوهان اسلام به مثل شطور است، اما نقطه نمایانش جهاد است. تا زمانی که در امت جهاد باشه، اسلام همه چیزایش نمایان است. و تا زمانی که جهاد نباشه، اسلام مزمحل است، هیچ مسائلش نمایان نمیشه. امروز دنیای کفر مکمل سری وسایل اعلام سلطه حاصل کرده، همه در زیر کنترل از قرار داره. از اسلام چی تعبیر کرده امروز؟ راست تا نبگوید. کل بدنامی ها را وابسته به اسلام نمی سازه. در 100 بدنامی 2 بدنامی در اسلام نمی باشه. این یاد داشته باشه. خودشان مرتکب جرایم و گناه ها و احداث میشه، لیکن وابسته به کی می سازه؟ خب کسی نیست در مقابل او رادیو مسلمان نیست که پاکی خود بیان کنه، براعتی خود اعلان کنه. نمیتونه. همه چیز در اختیار از واست. کل چیز علتش چیست که جهاد وجود نداره، مبارزه وجود نداره، مقابله وجود نداره. ما مردم هم هنوز گپای از واره تقویت کرده رویستیم که بلی او خوب راست میگه، خود ما سری خود انتقاد میکنیم. از این مسلمان بیزاری ما آمده میگه نعوذ بالله. صحیحسته که ظالم است، به این شکی نیسته. در وطن ما از ظلم و زیادت مردم گله نکنیم. مردم در تاریکی قرار داره. کی برش بیان کرد؟ کی برش معلومات درست داد که او میفهمید که بله اسلام چیست؟ همه ای گپا از این پیدا شد که ما معلوماتی کافی از دین خود نداریم. مقابله، اول یکی از جمله مقابله با جهل است، با نادانی است. ما مبارزه بکنیم، علم زیاد شود بین مردم درک بکنه حقیقت اسلام. یک حدیث میخوانم، ابی هریره رضی الله عنه میفرماید، این حدیث به خاطر میخوانم که اگر امور ما در نماز درست شود، دیگه گپا کلش درست میشه. او میگه سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم ان اول ما يحاسب به العبد، اولین چیزی که حساب و کتاب کرده میشه امرای بنده یوم القیامت، در روز قیامت، من عمله، از عملش، صلاته، نمازش است. در مورد بخش عملی اولین محاسبه نماز است. از نماز بعد از مقایسه میشه. رسول الله میفرماید قال، که پیغمبر علیه السلام فرمود فإن صلحت فقد افلح و انجح. اگر نمازهای آدم درست بود، درستی نماز وقتی می باشه که ما ادا کرده باشیم، با جماعت، در وقت مستحب، با تمام شرایط، با لحاظ سنن و مستحباتش، یعنی نماز مطابق نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه، کورکورانه دواندن نباشه. نماز می خوانم تا آلی را من مدرک ندارم که از پیغمبر این گپ ثابت است یا نه.
الله اکبر. در کجا آمده رسول الله قسم بلند کرده؟ به این سیستم کرده؟ نماز خوانده را ایستم پرسان نمی کنم که رسول الله به کدام سیستم خوانده. نه، به مون طریقی که از رسول الله به سند بری تو ثابت است. کدام ما یک کتاب روش نماز خریده نمیتونیم مردم. شیخ البانی رحمه الله، الله غریق رحمت کنه، نماز جمع کرده در احادیث صحیحه از تکبیر تا سلام، از الله اکبر شروع میشه تا که سلام دور میدی، مکمل به احادیث صحیح. مردی پیدا نمیشه که یک مورد از اون رد بکنه. بجز از اون جهال علما نیست، جهال است که دروغ مردم فریبی میکنه، رساله های دروغ نوشته میکنه، دروغ های از وقت بیا از وقت افشا میشه، محض به این که حج اوقاف را مهر مانده یا امضا کرده او کتابا را مردم اهمیت میده. اهمیت امضای حج اوقاف نیست، امضای رئیس جمهور نیست، امضای یک عالم نیست. اهمیت به حدیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم است. او کتابا سبب ازی نمیشه. ما باید متوجه شویم که چه قسم نماز خواندیم. رسول الله میگه فإن صلحت فقد افلح و انجح. یادم واقعا در مطلوب خود رسید، کامیاب شد. و این فسدت، اگر نعوذ بالله در مورد نمازش فساد آمد، فقط خواب و خسره، ناامید شد از رحمتهای الله و سخت تاوان کرد. نماز عادی فکر نکنید. از این خاطر پابندی مکمل برای ادای نماز خود داشته باشیم. الله متعال نصیب ما و شما بکنه. رسول الله خو سردی چشمش در نماز بود. امروز هزارها جوان میگه مشکل دارم مولوی صاحب چی کنم، کدام دعاست؟ اون مردکه رسول الله که هر نوع مشکل می آمد رجوع به سوی کی میکرد؟ نماز. او الله برای ما گفته واستعینوا بالصبر، راه حل مشکل ما نماز است. باید نماز امر دایمی خود بسازیم. قرآن هم برای ما گفت که رستگار او مردمی است الذین هم علی صلاتهم دائمون، او مردمایی که سری نمازهای خود مداومت داره. اینطور نیست که موسمی است، اگر برابر شد میخونه، اگر نشد نه. اگر رمضان آمد تراویح و تهجد میخونه، باز غیر رمضان نماز فرض نمیخونه. اینطوری مسلمان الله سبحانه و تعالی کار نداره. مسلمان بنده را کار داره که دایم مسلمان باشه. از همین خاطر توصیه ابراهیم علیه السلام معنی بود که یا بنی ان الله اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم، مرگ سرتان نبیه مگر در حالی که مکمل تسلیم باشید. یعنی یک لحظه سری تو نگذره که تو مکمل تسلیم اسلام الله نباشی. چرا مرگ خبر نکرده تا در هر لحظه که آمد بر تو مکمل در اسلام داخل باشی. یا بنی ان الله، ای اولادای من. این توصیه ابراهیم خلیل الله بود. به می خاطر که مسلمان دائمی باشه. الله و شما را توفیق نصیب بکنه که ما واقعا اسلام به مفهوم درستش بشناسیم و پابند این فریضه بزرگ الهی باشیم. بني الإسلام على خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا أعبد في الكون إلا الله، ورسولي للبشر